ابتدا حمد و خدای احد و فرد و قدیم، قادر لم یزل و عالم و دانا و حکیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلات سرزمین زیبایی ها و شگفتی هاست. طبیعت زیبا و کم نظیر، موقعیت مرزی، تاریخ شگفت انگیز، اقوام گونگون و مختلفی که در کلات ساکن هستند، ویژگی های منحصر به فردی رو به این سرزمین زیبا بخشیدند. هزاران هکتار جنگل ارس کم نظیر هزار مسجد و جنگل‌های پسته خودروی خواجه اگر در کشور ما منحصر به فرد نباشند، قطعاً بسیار کم نظیرند. 10 رودخانه دائمی و پرآب در کلات جاری است که در بستر خودشون تفرجگاه‌های بسیار زیبایی رو خلق کردند و در مسیر خودشون آبشارهای شگفت انگیزی رو ایجاد کردند
که هر تماشاگری و ناظری از تماشای اونها لذت میبره و مفرح میشه. موقعیت تاریخی کلات که از دیرباز در مرز تاریخی ایران و توران واقع شده است و موقعیت منحصر به فرد دژ طبیعی خود شهر کلات باعث شده که در کلات شگفتی‌های تاریخی زیادی هم رقم زده بشه. حضور سرداران بزرگی مثل سیاووش، فرود و نادرشاه افشار باعث شده که تاریخ وقایای شگفت انگیز و حماسی این سرزمین رو در دل و سینه خودش ثبت کنه. به همین جهت آثار و ابنیه بسیار زیبای تاریخی نیز در کلات وجود داره، همچون عمارت خورشید، مسجد کبود گنبد، برج‌های نادری، دروازه‌های مختلفی که در اطراف این منطقه واقع شده، قلعه فرود و چندین اثر دیگر. حضور اقوام مختلف در کلات همچون اقوام کرد، ترک، فارس، لر و تقریبا همه اقوام ایرانی در این سرزمین کوچک گرد هم آمدند و با آیین‌ها و مراسم ویژه خودشون ویژگی‌های بسیار منحصر به فردی رو به اینجا بخشیدن که باز از جاذبه‌های بسیار با شکوه کلات است. انسان تنوع‌خواه است و از تنوع لذت میبره و کلات سرزمین تنوع هاست، تنوع رنگ‌ها، زبان‌ها، آیین‌ها، لباس‌ها، طبیعت و محیط. ما گام‌های بسیار استوار و اصولی رو در رشد و توسعه شهرستان برداشتیم که امید است با برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تر کلات تبدیل به یک پارک زیبا و ملی برای صنعت توسعه گردشگری ایران عزیزمان باشد. بر سرزمینی گام می نهیم که قدم به قدم خاک و بوته خارها و شقایق زارهای آن هوش و یاد آدمی را به هزار سال پیش می پیوندند. اینجا دژ خدای آفرین خاستگاه ماندگاری حماسه است. شگفت مکانی است که حکیم تابران مظهر هنرآفرینی ایران زمین ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه‌اش نام آن را به بزرگی آورده است و فرود فرزند سیاوش قهرمان را در آن مأمن داده است. باید عقاب وجودت را به پرواز بکشانی و حماسه و تاریخ را با دیدگانت پیوند زنی و از سروش رد گام های دلاوران پاک نژاد و میهن پرست را در کلات طلب نمایی.
کلات هیچ گونه مکن، که از آن ره روی خام گردد سخن. همان گه بیامد سپهدار طوس، به راه کلات اندر آورد طوس. ز یک سو بیابان بی آب و نم، کلات از دگر سو و راه چرم. به سوی کلات اندر آمد ز راه، گرفته همه راه و تیر سپاه. بگفت و بفرمود تا بگذرند، به سوی کلات و چرم ره برند. اسیران دژدار مردی هزار، به سوی کلات اندر آمد سوار. بگفتم که سوی کلات و چرم، مرو گر فشانند بر سر درم. ز راه کلات است آهنگشان، ندانم کجا اوفتد چنگشان. Nadir kule daşı kaldırdı hay, daşı kaldırdı hay. 366 havuz kışta saldırdı hay. Yağın gelip şirin sudan doldurdu hay. Arman kaldı gitti hay, fanı dünyadan hay. Orada bir yoldu hay, orada bir yoldu. Arab Ardalan hay, bir ağıl eldi. Kol verin kılıç hay, kuvvetli koldu. Canım geldi kanı hay, cüşe kelatin hay. تاریخ برگ‌های بسیاری از دفتر خود را به روایت آبادی‌ها، دژها و حصارها اختصاص داده است که اینک هیچ ردی از آنها بر جای نمانده. اما کلات، این قلعه پدیدار شده از چنبر کوه‌های هزار مسجد، با قامتی استوار در برابر تهاجمات فراوان کوچکترین خللی نیافته است. این سرزمین افسانه‌ای با خود رازهای مهمی را دارد. جاذبه‌های اساطیری، تاریخی و طبیعی آن ذهن بسیاری از جهانگردان را در طول سالیان برانگیخته تا از جای جای عالم به عزم دیدارش رخت سفر بر تن نمایند و به همین جهت جغرافیای کلات بیش از هر کتاب دیگری به دست مشتاقان ایرانی و خارجی ورق خورده است. نام کلات در سفرنامه ها و فرهنگ نامه های زیادی آمده است و از دیرباز جنگجویان، یاغیان و سرداران فراوانی را در خود پناه داده تا در دامن امن این دژ استوار نیروی تازه‌ای تدارک ببینند و یا از هجوم تعقیب کنندگان در این بخش از خاک خدا پناه گیرند.
در منطقه نیمه معتدل و کوهستانی واقع شده که ضلع جنوبی آن را رشته کوه هزار مسجد تا مرز شهرستان سرخس و اژدرکوه در بر گرفته و ضلع شمالی آن را تپه ماهورهای نسبتاً پست به طول 180 کیلومتر با کشور ترکمنستان همجوار ساخته است. زمستان‌های آن سرد و سخت و تابستان کلات در نقاط پست، گرم و در کوه‌ها و کوهپایه‌ها معتدل می‌باشد. آب و هوای آن نیمه معتدل کوهستانی است و به دلیل وجود ارتفاعات، دره‌ها و تپه ماهورها انواع آب و هوا در این منطقه مشاهده می شود. از رشته کوه هزار مسجد تا مرز شهرستان سرخس دارای آب و هوای سرد زمستانی و معتدل کوهستانی در تابستان و سمت غرب به شرق گرمتر می باشد. این شهر در گودی واقع شده و ارتفاعات بلند آن پوشیده از جنگل‌های خرس و در قسمت پایین‌تر هزاران هکتار جنگل‌های پسته، انجیر، زالزنک و مراتع غنی دارد که از دیرباز مورد علاقه دامداران سنتی میباشد. طبیعت کلات را محیط مناسبی جهت ایجاد پوشش گیاهی قرار داده است. کلات سرسبز و زیباست، بلندی‌ها و پستی‌هایش بدیع و دلکش و تماشایی است. کوه‌ها و ارتفاعات از همه جوانب
کلات را پوشش دادند. ارتفاعات کوه‌های هزار مسجد کمربندوار از شمال، جنوب، شرق و غرب همه جا را دور می‌زنند. در ارتباط با تاریخچه و اهمیت کوهستان‌ها و به ویژه هزار مسجد، نقل‌ها و حدیث‌های فراوانی در تاریخ آورده شده است. حماسه سرای بزرگ میهن فردوسی از آن به سپید کوه یا سبد کوه یاد می‌نماید. در میان این رشته کوه‌ها و کوه‌های پراکنده دیگر، دشت‌ها و دره‌های حاصلخیزی وجود دارد که اراضی مناسبی است برای کشاورزی از نوع آبی و دیمی و همچنین در رونق بخشیدن به گله‌داری و نگهداری اسب و دام تأثیری به سزا دارد. مهمترین منابع آب کشاورزی کلات رودخانه‌های آن میباشد. مزارع حاصلخیز برنج از برکت آب رودخانه ارچنگان سیراب میشوند و رودخانه‌های دیگر از قبیل رودخانه خور با طول 70 کیلومتر طولانی ترین رودخانه کلات است و روستاهای خور، امیرآباد، تقی‌آباد، سرجنگل و چهچهه از آب آن برای کشاورزی استفاده می‌نمایند. رودخانه ارتکند که یکی از پرآبترین رودخانه‌های منطقه بوده و اراضی سررود، ارتکند، قلعه نو و قرتیکان را از خود بهره‌مند می‌سازد. علاوه بر آنها رودخانه آب گرم نیز حائز اهمیت می باشد و آبشار آن شیفتگان طبیعت را از اقصی نقاط این میهن پربرکت جذب آن مکان می کند. این جذابیت در چشم گردشگران مشتاق با سرکشی و تماشای آبشارهای دیگری از قبیل ارتکند، مجموعه آبشارهای قرسو و چرم به نهایت لذت می رسند.
کلات از نظر ترکیب جمعیتی وضعیتی بسیار استثنایی دارد و ترکیب جمعیت آن از تنوع زیادی برخوردار است که فارس‌ها، ترک‌ها، کرد زبان‌ها و عرب‌ها از جمله ساکنین آن میباشند و با زبان و لهجه خاص خود داد و ستد می‌نمایند. حرفه اصلی بسیاری از مردم باغداری و کشاورزی است و حیات اقتصادی آنها از طریق برنجکاری با عطر و طعم بی‌نظیرش کاشت گندم، جو و پنبه صورت می‌پذیرد. در بخش مربوط به دامداری محصولاتی از قبیل پنیر و روغن از مقام بالایی برخوردار می باشند و علاوه بر اینها صنایع دستی در بازار شهر کلات که مرکز اصلی داد و ستد روزانه مردم منطقه است اهمیت و رونق خاصی دارد. برخی از صنایع از توجه بیشتری برخوردار می باشند و جایگاه محکمی در تاریخ مردم این منطقه دارند، به طوری که سالهای متمادی است در برابر صنایع لوکس و تجملاتی جدید مقاومت نموده و اصالت و هویت خود را حفظ کردند. از جمله آنها ابریشم بافی، قالی بافی، پشتی، جاجین، گلیم و پارچه های ابریشمی می باشند. اهالی زاوین بهترین نمونه ابریشم بافی را ارائه می دهند و پارچه های منقش ابریشمین در زاوین از گرانبهاترین و زیباترین کالاها می باشد. همچنین پارچه هایی از نوع مدخل، چارقد، چادرشب و پلاس، رومیزی و روسری در ظریفترین نوع بافت از جمله فعالیت‌های مردم خونگرم لاین می باشد. علاوه بر اینها فعالیت‌های شغلی دیگری از قبیل نمدمالی، کلاهمالی، جاجین بافی و گلیم بافی همراه با نقوش حیوانی محصول تلاش خلاقانه زنان در منطقه قلزو و آغداش می باشد. عمارت خورشید که در بین مردم به قصر خورشید شهرت دارد، یکی از چشماندازهای زیبا در وسط شهر و در یک میدانگاهی وسیع قرار دارد. هر کس از جای جای شهر کلات در رفت و آمدهای روزمره از مقابل آن عبور خواهد کرد. تاریخ‌نگاران اشاره می‌کنند که این عمارت بین سالهای 1155 تا 1160 هجری قمری در 3 طبقه بنا شده است و در قریب به اتفاق متون و سفرنامه‌ها از آن به عنوان آرامگاه نادر نام برده شده است.
مطالعات باستانشناسی به ما میگویند این بنا در ابتدا نیز مقبره‌ای مربوط به دوران ایلخانی بوده که طبقه زیرین آن را نادرشاه در خاک مدفون نموده و بخش بالایی آن نیز تخریب شده و بنای موجود بر اساس بنای قدیم ساخته شده است. عمارت از غرفه‌های متعددی تشکیل شده و با گشبری‌های هنرمندانه در دیوارها تزئین که بر روی آن تابلوهایی در کادر آینه وجود داشته است. طبقه سوم با سنگ‌های استوانه‌ای و دارای 66 ستون بوده است که در زمان خود عظمت و شگفتی زیادی داشته است. این طبقه سیمای بیرونی عمارت محسوب می شده و در اساس ادامه طبقه دوم بوده که بر اثر زلزله سال 1272 هجری شمسی به آن خساراتی وارد گردیده است. در سالهای اخیر با توجهات مسئولین خرابی‌های سالهای گذشته بازسازی شده است. در حال حاضر عمارت خورشید دارای زیرزمینی متشکل از 8 فضای به هم پیوسته، پیرامون یک سردابه و فضای آرامگاهی بر روی سکویی 8 ضلعی باشد که ایوانچه ها و اتاقک هایی آن را مقصود کردند. دروازه ارغنشاه. این دروازه ورودی اصلی دژ کلات در بخش غربی می باشد. در ابتدای آن و بر بلندای مدخل دره و با فاصله 15 متر از کف رودخانه کتیبه‌ای سنگی نگرش یافته با خط نستعلیق و به زبان ترکی و منظوم قرار دارد. مضمون نوشتاری آن ثناگویی برای نادرشاه است و به نظر می رسد کتیبه فوق ناتمام مانده است و حجاری پاره‌ای از کلمات آن به پایان نرسیده و ضلع پایینی مربع در کادر کتیبه بسته نشده و فاقد گل و نگارگری است. در بند ارغنشاه که تنها معبر برای رسیدن به کلات بوده، 3 دهانه
به پهنای 2.5 متر و بلندای 3.5 متر و درازای 2 متر داشته که در حال حاضر 2 دهانه آن تخریب گردیده است و در ابتدای آن تونلی به طول 1 کیلومتر ایجاد گردیده که عبور و مرور به شهر کلات از آنجا صورت می‌پذیرد. در فاصله نزدیک به عمارت خورشید مسجدی قرار دارد با گنبدی کاشیکاری شده و در کمربند آن با خط و کاشیکاری بسیار زیبایی سوره‌ای از قرآن کریم نوشته شده و به جهت رنگ آسمانگونه گنبد نام آن را کبود گنبد نهادند. آنچه مسلم است در این مکان بدون آرامگاهی متعلق به دوران ایلخانی وجود داشته است و ساختار مسجد در دوره‌های پس از آن از همان نظم پیروی نموده است. در حال حاضر این مقبره به منزله شبستانی در کنار ایوان شرقی مسجد قرار دارد. در میانه دشت کلات و در مسیر رودخانه ژرف سدی آجری برپا شده که آبهای جاری رود کلات را مهار می‌کند. این سد اگرچه گنجایش زیادی نداشته اما این امکان را فراهم می‌سازد تا آب جاری رودخانه را در سطح دشت بگستراند و زمین‌های زراعی را سیراب نماید. این بنا را اگرچه به دوران نادرشاه نسبت می‌دهند اما شواهد معماری از قبیل اندازه آجرها و سبک آن این گمان را تقویت می‌نماید که در دوران سلجوقیان بنیان گذاشته شده و در دوران‌های بعد ترمیم گشته است. یکی از آثار دیدنی و بر جای مانده لوله کشی آب قره‌سو به عمارت خورشید است تا آب رودخانه ژرف را که از کبود گنبد در روستای قره‌سو عبور می‌نماید به دستور نادرشاه از بیرون حصار کلات با لوله سنگی زیرزمینی تا نزدیکی کاخ خورشید لوله کشی نمودند تا آب گوارای رودخانه قره‌سو به آنجا برسد. قلعه فرود، قلعه‌ای به یاد ماندنی از فرود پسر سیاوش، قهرمان حماسی شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی که در حدود 10 کیلومتری غرب کبود گنبد بوده و به صورت دشتی گسترده و صاف در منطقه‌ای مرتفع قرار گرفته است و در فصل بهار
زیبایی ویژه‌ای پیدا می‌نماید که توصیف آن حتی همپای نیمی از لذت تماشایش را به همراه ندارد.
کلات نادری آمیخته با طبیعتی بهت‌انگیز است و با دارا بودن ارزش‌های آب و هوایی در فصول مختلف سال پاسخگویی لازم را برای نیازهای روحی سیاحان و مسافران متفاوت با ذوقیات گوناگون دارد. به ویژه در فصل بهار بوی دلنشین پونه و علف در بیابانها و دشتها در همه فضا پخش می‌گردد. شکوه شقایق‌زارها بهترین تصاویر را در اذهان عاشقان طبیعت نقش می‌نشاند. خورشید با نوری ملایم بر قامت آینه‌وار آب می‌تابد و با داشتن بلندترین کوه‌ها طرحی از خورشید و ابر و مه یکی از بدیع‌ترین تابلوهای هستی را در مقابل دیدگان انسان ترسیم می‌نماید. در تابستان بوی مطبوع شالی و برنج در همه مزارع میپیچد و رنگ طبیعت به لحاظ درخشش و تنوع به نهایت بداعت میرسد. تفریحگاه‌ها و ییلاق‌های بسیار جذابی نیز در این منطقه وجود دارند که همه ساله هزاران سیاح و مسافر دیگر و به خصوص عاشقان کوهنوردی را به سوی خود جذب می‌نمایند. مناطقی از قبیل قره‌سو که در جنوب غربی و در فاصله 6 کیلومتری کلات واقع شده و در آن 8 آبشار زیبا و یک چشمه با آب بسیار گوارا و خنک قرار دارد.
ییلاق خانه‌زو که در بخش جنوبی کلات بوده و تفریحگاه‌ها، آبشارهای دیدنی و بکر را میتوان در آنجا مشاهده نمود. وجود یک غار آبی که به شکلی جالب به وجود آمده و جنگل سرسبز و خرمی که محوطه خانه‌زو را پوشانده بر لطافت این مکان می‌افزاید. در کشانه قرد زداغدن آشانه یا پردست مالم نشانه اینو بگل سایه دورنه ای قیمت چراغن چار بی نمازdan özün kaçır Mumun sözün sel geçer Tekebburla kalmazın hay Durnadan yiyorlar Durnamen göyse göyorlar Ak durnam Bağdat'da beyorlar İnip gelsen yere durnam Ey şeytan seni pabest eder Kulğun çakırtma mest eder Bir fakire zir dest eder Yaman edip demezin hay کنکاش در آداب و رسوم، عقاید، عادات و افسانه ها در میان مردم موجب می شود تا به روحیات و ذوق و سلیقه آنها شناخت پیدا نماییم. مردم منطقه کلات ساده و بی آلایش به اصالتها و ارزشهای فرهنگی خود همت والایی دارند و با عنایت به ترکیب قومیت‌های مختلف آیین‌ها و مراسم گوناگون و متفاوتی را از طریق نسل‌های پی در پی به ما ودیعه دادند.
یکی از زیباترین و مردمی ترین مراسم مربوط به جشن‌های عروسی است که با اجرای رقص‌های سنتی و آیینی از قبیل کردی محلی، 2 قرصه، 3 قرصه، 6 قرصه، عربی یا روسی و چوب بازی توأم میباشد و بزرگ و کوچک در این شادمانی نهایت همیاری را از خود نشان میدهند تا دختر و پسر جوان یکی از بهترین لحظاتشان را در آغاز پیوند نظاره نمایند.